به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم بینندگان محترم. امیدوارم که حالتون خوب باشد. امروز میخواهم یک مسئله شرعی دیگری را درباره خون برای شما بیان بکنم. همان گونه که همه ما میدونیم خون نجس است، ولی یک جزئیاتی را درباره خون بیان میکنم که دقیقاً برای ما معلوم شود که خون چه چیزهای نجس است و چه چیزهای نجس نیست. خون انسان و خون حیوانی که خون جهنده دارد نجس می باشد. خون جهنده را هم در ویدیوهای پیشتر برای شما بیان کردم. یعنی حیوانی که وقتی ذبح شود خونش با فشار بیرون می آید. این حیوان را می گویند حیوانی که دارای خون جهنده است. بنابراین حیوانی که خون جهنده ندارد، یعنی وقتی ذبح می شود خونش با فشار بیرون نمی آید. اگرچه این خیل حیوانات خوردنشان جایز نباشد، ولی خونشان پاک است، مانند خون پشه و خون ماهی. بنابراین خون پشه و خون ماهی که خون جهنده ندارند پاک است. پشه خوردنش جایز نیست و حلال گوشت نیست، ولی به خاطر اینکه خون جهنده ندارد خونش پاک است. یعنی اگر در لباس ما خون پشه بریزد، ما می توانیم با آن لباس نماز بخوانیم. مسئله دیگری که در مورد خون برای شما میخواهم بیان بکنم، خون در تخم مرغ است. گاهی وقتی میخواهیم تخم مرغ را استفاده بکنیم، وقتی آن را میشکنیم میبینیم در داخل آن یک خون وجود دارد. این خون از نظر شرعی حرام نیست، ولی احتیاط آن است که خورده نشود. اگر سوال یا پیشنهاد درباره محتوای این ویدیو داشته باشید، در تگ همین ویدیو نویسید، انشاءالله که ما جواب میدهیم. بینندگان محترم، اگر میخواهید نوارهای قصه های قرآنی، احکام شرعی و نوارهای ترجمه قرآن با زبان تاجیکی را مشاهده کنید، مرحمت در کانال ما ابونه شوید.